سلام دوستان، امروز اومدیم بریم که با هم دیگه تو کلیپ قبلی گفتم که قراره ببینیم جای خرید تفنگ‌ها چجوری و باید چی کار کنیم. خب همینطور که بهتون گفتم اون گوشه تو محوطه خودتون حتما باشین و مثلا نمیتونین برین جایی که دزدا هستن تفنگ بخرید. همه مپا هم اینجوریه، جای دزدا و پلیسا جداه اما به هم دیگه دسترسی دارن. مثلا پلیسا میتونن برن جای دزدا هم میتونن بیان جای پلیسا، ولی نمیتونن جای هم دیگه تفنگ بخرن تو محوطه هم دیگه. که الان دزدا اومدن که من برم یه پشت قایم شم راحت بتونم توضیح بدم. خب همینطور که گفتم این گوشه اینجا گزینه خرید رو داریم، میزنیم روش، میبینیم که برامون 8 تا گزینه مختلف آورده. اولی چاقو 1000 تایی که مال خودمونه، داریمش 2000. میدونی برای چی 1000 تایی رو قرار دادم وقتی خودمون داریم؟ مثلا اگه دومیه رو خریدیم بد بود، همین اولیه رو میخواستیم دوباره پول بدیم همین اولیه رو بگیریم. برای دومی سومی جوریه نمیدونم، چهارمی پنجمی شمشیره. قسمت دومی که مربوط میشه به قسمت کلتا و هفتیرا و اینا که من بین اینا بذار بگم که تقریبا همشون خوبن. حالا اگه وقت بود هنوز میگم بهتریناشون توی اینا کدومه. اینا جای کلتا رو هر کدوم بزنید. اول اینو بگم اگر بخواین چیزی بخرین مثلا روی این میزنید، اینجا بهتون بگم مثلا من میخوام مثلا این اسلحه رو بخرم، پولم هم دقیقا با همون یکسانه. اینجا پولتونم مینویسه. اگه بخواین بخرین میزنین، گفتم اینو میزنین رو هم خودش، زدین زرد نشون میده اگه زدی، بعد میزنین روی این گزینه. یه بار بزنین کافیه، چون اگه 2-3 بار بزنین ممکنه هنگ کنه براتون نیاد. روی این گزینه بهتر میزنید روی اون، یه دونه بزنید میگیره. خب الان وقتی من 2 تا گزینه همین بک و گوشه رو میزنید میاد بیرون. الان اینو گرفتم. این قرار بود 20 صدا باشه اما الان که 20 صدا نیست، فقط باید این کار بکنیم. بعضی از اسلحه خاصیت 1 و 2 دارن. نشد دوباره نشون بدم بهتون. اینجا میبینیم بالا این تفنگ نوشته 1 مود 1، اینجا ننوشته مود. مثلا روی این چاقو ننوشته، اما رو کل 20 صدا نوشته. عکسش هم 20 صدا ولی اینجا 20 صدا نیست. چرا؟ باید بزنین رو همون عکس همین تفنگه. وقتی میزنین روش 20 صداش میکنه، یه دونه 20 صدایی میذاره. الان صداش هم تغییر کرد. باز دوباره بزنین روش 20 صدایشو برمیداره. یه خشابش عوض میکنم و آره 20 صدایشو برداشت و آره همینطور که گفتم اینجا جای شاتگانه. 4 تا شاتگان مختلف داریم. اینجا جای معمولا چیز تفنگ‌های کوچیک و ارزون نده، کل نیستن کوچیک باشن، بزرگ هستن برای خودشون، ولی خب به اندازه اینا بزرگ نیستن. طور گفتم بعد از گزینه 4می که این بود، 5می که معمولا بیشتر یا از اینجا خرید میکنند و 12 تا هم تفنگ داره اینجا که AK47 هم قاطیشون هست، همین که زرد نشون داده. خب گزینه 6می هم که همین اسلایم که نه اسنایپه، 5 تا اسنایپه. و گزینه 6می هم رگباره. گفتم تو کلیپ قبلی فکر کنم راجع به اون گزینا بهتون توضیح دادم، گفتم رگبار 12000 تایی بهتون میده، همین رگباره بهتون میده. و اینجا هم که گفتم جا جلیقه و جوزا و نارنجک و کوکتل مولوتوف و اینجا هم که جلیقه سپر هم داره. سپر رو فقط میشه با کلت گرفت، یعنی شما اگه سپرتون 6000 تا بدین سپر بگیرین بعد یه تفنگ گنده بگیرین، سپرتون غیب میشه، فوت میشه، نیستش، بعد یکی دیگه بگیر. و آره دیگه اینم از اینجا.
و حالا که وقت اضافه وردیم میخوام بهتون بگم که کدومشون بین اینا همه بهتره. البته رو هر گزینه یا مثلا این جدا این جدا این جدا. خب اول چاقو به نظر من این شمشیر از همه بهتره و خب منطقیه دیگه، گرونتر هم هست. این شمشیر آخریه که اسمش هم کاتاناه. آره این کاتاناه آخریه. گزینه کلتا به نظر من بهترین تفنگ اینه، 7 تیره، خیلی خوب دمیج میده که 700 تا هم پولشه. یعنی شما تازه هم بازی رو استارت کنین میتونی اینو بخرین، 700 تا خود بازی بهتون پول میده که تو تنظیماتش هست. مثلا میتونی مقدار پولی که اول بازی میدن انتخاب کنی تا 10,000 تا هم میره. مثلا وقتی میرین داخل بازی یک دفعه 10,000 تا بهتون اینجا پول میده، 10,000 تا. آره دیگه بهترینش هم اینه. اینجا هم جای شاتگانایی که من سومیه رو ترجیح میدم، خیلی خوبه. اگه نزدیک باشی خوبه، برای دور بودن این دومیه خوبه، نزدیک بودن سومیه. این چهارمی هم بین اینا تشخیص میدم، بین اینا اینه که گرونش هم هست. 4 تای آخر کلا همین قیمت دارم، من اینو ترجیح میدم. اینجا گزینه پنجمی که بیشتری ها رو میگیرن، این دوتای آخر خیلی خوبه ولی خب دیگه یکم گرون و به زور میشه خریدش، به این سادگی ها نیستش. اگه بخواین برای اول کار 2500 بگیرین، اولی ایکیه که برای اول کاریه، برای دوم اینا این ایکی 47 امه چی ایکی 74. آره این 47 این 74 باز این بهتره باز از این بهتر این ایکی 12 همشونم ایکی گفتم. این 12 که 8000 پولشه، به نظر من خیلی خوبه. این دوتا هم این دوتا باز از همشون بهتره ولی قدرتاشون هم یکسانه، از همشون بهتره ولی خب چون پولش زیاده اگه پولتون نرسید و میخواستین سریع بکشین، به نظر من این ایکی 47 یا اگه پولتون به این رسید این بهتر. خب اسنایپ هم که اسنایپ بهترینش همین آخریه، آویپیه هرچی این آخریه 5000 تا پولشه که ستای آخری کلا 5000 تا. این بهترینشونه، هر کدوم شما راحت ترین. آخه این یکی مونده با آخریه هم بزرگتر هم سریعتر میزنه، یعنی هر 1 ثانیه 2 تا شلیک میکنه، شاید 2 تا شلیک. این هر 3 ثانیه مثلا یه دونه، ولی خب دمیجش 300 400 تاه که هر پلیری کلا 100 تا جون داره. فکر کنید 300 400 تا دمیج میده. اگه به هد بزنین نابه بدن هم 100 تا کمتر اینا. اینم که اصلا 10 تا 20 تایی دمیج میده ولی خب سریع. اینم که گفتم این رگباره این آخریه 12000 تایی بهتره. اینجا اینا دیگه اینا بهترین نداره. جلیقه البته جلیقهش که 1500 تاییه که مشخصه بهتره. این 50 تا آرمور میده، این 100 تا این 150 تا، اما 1500 تا هم پولشه بهتره. اینم بگم شما نمیتونید کوکتل مولوتوف رو با نارنجک رو یک جا بخرید. اونی که اول میخرین و مثلا اگه نارنجک بخرین بعد کوکتل مولوتوف بخرین، این حالا من میگم نوشابه آتیشی که راحت‌تر باشید. نوشابه آتیشی خب اگه اول بخرین بعد نارنجک رو بخرین، نوشابه آتیشی یک دفعه غیب میشه، نارنجک میاد به جاش. واره دیگه باز دوباره نوشابه آتیشی بخریم باز این میاد به جای نارنجکه. اینجا هم که 2 تا گزینه رو داریم که این کور کننده، یعنی شما اگه بفرستین جلوی پلیر یا بات برای تقریبا مربوط به این میشه که کجاش بندازین. یکی از 2 متر ورتر میندازه، یکی از جلو چشمش میندازه. جلو چشم که بندازه 30 ثانیه اصلا نمیبینه صفحه، براش کلا سفیده. حالا 1-2-3 متر جلوتر اگه بندازین شاید برای 10 ثانیه 5 ثانیه اینا. اینم که منطقاً آتیش میگیره. آرمون هم که گفتم این اولیه تیر کلت، این دومیه تیر تفنگ‌های بزرگ و شاتگان هر چی که هست میشه. اینم خونه
هر خونی که میگیرین 1000 تا بهتون 30 تا جون میده. یعنی شما جونتون 10 تا 3 تا از اینا میخرید میشه 100 تا، 90 تا میده دیگه، به علاوه 10 تا میشه 100 تا. پر میشه. اینم که سپر رو با کلت کار میکنه. ویدیو هم دقیقش درست انجام شد. دنبال من میگردم. آره دیگه. فعلا خدا نگهدار شما تا ویدیوهای بعدی.